از موجهای کوچک تا بزرگترین و خطرناکترین امواجی که تاکنون جهان به خود دیده. در مقایسه با قایق این یک موج 1 متریه و این موج 5 متری. در سال 2017 یک موج سوار موفق شد روی موجی به ارتفاع 24 متر موج سواری کنه. در سال 2004 سونامی بزرگی به ارتفاع 30 متر در اقیانوس هند رخ داد. در سال 2011 سونامی توهوکو در ژاپن به ارتفاع 40 متر رسید. در سال 1883 فوران آتشفشان کراکاتوا باعث ایجاد سونامی به ارتفاع 46 متر شد. در سال 1946 سونامی معروف به سونامی اول آوریل به ارتفاع 50 متر ایجاد شد. در سال 1936 سونامی لواتنت در نروژ به ارتفاع 70 متر رسید. تخمین زده شد که سونامی عظیم جیکشلوب 100 متر ارتفاع داشت که در تصویر میتونید با فضاپیمای استارشیپ مقایسش کنید. در سال 1792 فوران آتشفشان آنزن باعث ایجاد سونامی عظیمی به ارتفاع 130 متر شد. در سال 1980 سونامی عظیم هلن به ارتفاع 200 متر ایجاد شد که میتونید در تصویر با برج ایفل مقایسش کنید. در سال 1963 شکستن سد واجونت باعث ایجاد سونامی به ارتفاع 250 متر شد. و اما در سال 1946 سونامی عظیم خلیج لیتویا در آلاسکا به ارتفاع حیرت آور 520 متر رسید که میتونید ارتفاعش رو با برج خلیفه و کشتی تایتانیک مقایسه کنید.